با نام خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. نور، برکت و عشق در خاندانتان. گاه زندگی و تجربه افراد میتواند برای ما شبیه یک درس، شبیه یک کتاب خدمت بکند. یک راننده تاکسی به من نقل کردند که سال 1985 یک آموزشگاه کسبی رو در دوشنبه ختم کردند و بعد 6 ماه تجربه آموزی گفتن یک اتوبوس رو در اختیار من دادن و من به سمت ریگر دوشنبه یعنی ترسونزاده امروز ناحیه ترسونزاده مسافر میکشوندم و بعدی یک ماه معاش گرفتم. تقریبا گفت 700 سوم بود و این معاش رو به نزد پدرم بردم، ولی پدرم قبول نکردن، به این معاش شبهه کردن، گفتن امکان ندارد که من راهبری یک افته بودم. گفتم پدرم همون بازای ماشین ها من 200 سوم معاش میگیرم و چگونه شد که به تو 700 دادن و پدرم به این به نظر شبهه نگاه کردند و برادر بزرگم را به همون جای کارم فرستادن و ما همراه برادرم رفتیم و از خزینه دار برادرم پرسید و خزینه دار حجت ها را نشان داد که در واقع من این پول را حلال کار کردم و این معاش واقعی من است و برگشتیم. بعدا پدرم پول را قبول کردم و همیشه نصیحتش این بود که حلال کار باشید، حلال یاب باشید و حلال خور باشید. در زندگیتون همیشه برکت است، همیشه آرامش است و این بود که زندگی ما طول این سالها همیشه آرام بود، همیشه خوشبختی در زندگی ما بود. گفتن که پیش از آنه که برای فرزندانمون یک معلم خوب بکابیم، یک مکتب خوب بیابیم، یک دانشگاه خوب را در نظر بگیریم، گفت دلیر، یا یک کتاب خوب را توصیه بدیم، اولا به لقمه آن فرزند اهمیت بدیم که آن لقمه‌ای که ما به خانه میاریم از چی راهی هست، از چی مالی هست. گفت لقمه حلال در تربیت نقش اساسی و نقش کلیدی را میبازد. گفت بسیاری از سفره های هستند که شاید پر از ناز نعمت باشند ولی در آن سفره ها آرامش وجود ندارد، در آن سفره ها لذت وجود ندارد، چون مالی که به آن دسترخوان یا به آن سفره ها میاد از راه نادرست است، از راه فساد است. و گفت من بسیاری از افراد را دیدم که با نان حرام فرزندان خود را به وای رساندند، مکتبای خوب خواندند ولی به جای نرسیدند. و گفت امروز اگر فرزند هر مقدار پول و هر مقدار مبلغی که به خانه وارد میکند، بسیاری از پدر و مادران نمیپرسند که پسرم این را از کجا یافتید و این پول آیا از راه درست به دست آمده است و یا از راه نادرست. گفت اینکه یک جوان مرد شیم و کستومش، ماشین سبک روش یا اون رخت خوابش و پرده خانهش اگر از مال فساد، از مال غیر، از حق مردم و دزدی به دست آمده باشد، هیچ آرامش در این رخت خواب وجود ندارد، هیچ راحت در این مال و ثروت وجود ندارد. و گفت شاید در جوانی می شود انسان این حسیات رو نداشته باشد که این مال از کجا میاد و همیشه دنبال ثروت و مال برود، ولی وقتی که سینش به یک جا میرسد و وجدانش او را عذاب میدهد که اگر این مال، این ثروت از راه درست به دست نیامده باشد. و همیشه تکرار میکرد که برای فرزندان، برای اهل خانواده همیشه باید حلال کار، حلال یاب و حلال خور باشیم و این بهترین و بزرگترین تربیه است. بس از اونه که در این جهان مادیگرایی به شدت پیش می رود و به شدت انسان ها مجذوب جهان امروز می شوند، ما باید تلاش کنیم که فرزندان خود را، اهل خانواده خود را از راه حلال، از رزق حلال تربیه کرده باشیم. چرا؟ چون این خیلی خیلی تأثیری کلان به تربیه فرزند دارد. اون مرد اینقدر با آرامش، اینقدر زیبا این سخنها رو میگفت که واقعا من مجذوب حرفای آن شدم و گفت که اون درسی که پدرم به من داد که این پول رو از کجا آوردی، گفت من این تعلیم رو به فرزندان خودم میدم و فرزندانم هرگاه که هر چیزی که به خانه میارن من پرسجو میکنم. گفت شکست اکثر خانواده ها، ببندوباری ها، ببرکتی ها، افسردگی ها، پریشانی ها از همین سبب است که در زندگی خیلی از افراد ثروتمند امین جنبه به نظر گرفته نمی شود. البته گفت ثروت داشتن، مال داشتن چیزی بد نیست. اگر هر نفری که از روی حلال صاحب ثروت می شود، تلاش می کند، چه شخصی سعادتمند است و چه شخصی خوبی است که می تواند افراد دیگر را کمک کند و ثروت هیچ جای بدی ندارد. ولی خدای نخواسته اگر این ثروت، این دارایی، این مال
از راه غیر آمده باشد، او نمیتواند خودش را خوشبخت بکند، فرزندانش را خوشبخت بکند و حتی جامعه را به خوشبختی و سعادت برساند. از این لحاظ من فکر میکنم که این شعار در زندگیمان همیشه باید وجود داشته باشد که حلال کار، حلال یاب و حلال خور باشه.